قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. همکار عزیزم استاد سلیمانی بزرگوار را با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب استاد سلیمانی تقدیم نموده ایشان را خوش آمدید میگویم. بنده هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما استاد بزرگوار عزیزم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که در این لحظاتی که به همراه شما در خدمت بینندگان عزیز هستیم هر آنچه که مورد رضای الله متعال است در زبان این بنده حقیر جاری بگردد. آمین یا رب العالمین. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز، البته ما از چندین قسمت برنامه زلال ایمان در مورد ایمان و ملائکه یا دومین رکن از ارکان ششگانه ایمان بحث داشتیم. اگر فراموش نکرده باشید دقیقاً در برنامه گذشته، در قسمت گذشته روی وظایف ملائکه صحبت کردیم که استاد سلیمانی عزیز وظایف و اعمال ملائکه را بر دو دسته تقسیم کرده بودند. دسته اول یا قسم اول وظایف ملائکه در کائنات، در کون، و وظایف دوم یا قسم دوم وظایف ملائکه وظایف ملائکه که مرتبط می شود با انسان ها. در وظایف ملائکه که تعلق می گیرد با انسان ها بعد آن را به چند دسته تقسیم کرده بودند. یک قسمش وحی یا سفارت بود، سفارت یا سفیری یا پیام رسانی میان الله و بندگان الله متعال. در این باب، در باب این که ملائکه ها پیام رسان الله متعال به بندگان هستند و واسطه هستند میان بندگان و الله در پیام رسانی، به دو دسته بندگان البته پیام میرسانند. یک به بندگان خاص الله متعال است که وحی الله متعال را میرسانند، آنها انبیا و پیامبران الهی هستند. اما در قسم دوم پیام های الله متعال را به غیر انبیا نیز ملائکه ها میرسانند، به داستان های، به روایات و همچنان به آیات قرآنی اشاره کردن. قسمی که ملائکه الله متعال نزد مریم علیه السلام آمد و همچنان نزد مادر موسی آمد، و در روایات هم ما روایاتی داریم که ملائکه ها نزد بعض انسان ها آمدند. به یک گروه جناب استاد سلیمانی اشاره کردند که ملائکه آمد نزد آنها و داستان را تکمیل نکردند، از بالای داستان همین گونه عبور کردند و من ازشان خواستم که در برنامه این روز یا این قسمت برنامه زلال ایمان به آن داستان اشاره بکنند که آمدن ملائکه نزد انسانهایی که غیر نبی هستند چگونه رخ داده است، چه صحبت‌های میان ملائکه و بندگان الهی غیر انبیا صورت گرفته است و شده است. با هم میشنویم. بله استاد سلیمانی عزیز، میشه اشاره کنین به داستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در برنامه گذشته همونطور که شما اشاره فرمودید ما درباره موضوع ارتباط ملائکه و انسان ها در بخش ارتباط با غیر انبیا در این بخش اشاره کردیم به اینکه الله متعال ملائکه خود رو میفرسته به غیر انبیا هم، و این ملائکه برای غیر انبیا وقتی که فرستاده میشن خب طبیعتاً صحبت از وحی نیست، اونجا دیگه صحبت و سخن از وحی نخواهد بود، چون که وحی مخصوص الله متعال است و وحی برای فقط انبیای الهی فرستاده میشه، مخصوص انبیای الله متعال هست که الله متعال وحی رو برای انبیای خودش میفرسته. اما برای غیر انبیا وقتی که ملائکه
فرستاده میشن برای ابتلا هست، برای بشارت هست، برای ترساندن هست. و اشاره کردیم مثلا بحث بشارت رو برای سیده مریم علیها السلام. و درباره ابتلا روایتی رو رسول صلی الله علیه و سلم برای ما نقل فرمودن، حکایتی رو از بنی اسرائیل که در کتاب‌های صحیح ما ذکر شده، در کتاب‌های صحیح حدیثی ما. و این روایت اشاره میکنه به 3 نفر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که 3 نفر بودن از بنی اسرائیل، درست. یعنی از اتباع به هر حال موسی علیه السلام و یا شاید حتی قبل از ایشون. میدونیم که بنی اسرائیل فرزندان یعقوب علیه السلام هستند و من جمله از انبیاء اونها موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و سلیمان و داوود هستند علیهم السلام. 3 نفر بودن. یکی اینها در روایت اومده ابرص بود، یکی اقرع بود، یکی اعما بود. ابرص با صاد یعنی اینکه این آقا پیس بود، یعنی بیماری پوستی داشت. درست. همین لکه‌ای که روی پوست هست و ما در فارسی بهش میگیم پیسی. و این که همچین به هر حال بیماری داشت. و دومی الاقرع، این کل بود، کچل به تعبیر ساده‌تر، و هیچ مو نداشت، یعنی کلا سرش خلبت بود به تعبیر خودمونی‌تر و مو نداشت این بنده خدا. و این هم نفر دوم. و نفر سومی که چشم نداشت، الاعما، و نابینا بود، نمیتونست ببینه. الله متعال یکی از ملائکه خود رو فرستاد برای اینکه این 3 بنده رو آزمایش بکنه. درست. این مهمه برای ما که این مسئله رو ما مد نظر داشته باشیم که احیانا الله متعال ملائکه رو در مسیر انسان‌ها قرار میده و این خاص به اون زمان هم نبوده و در زمانهای دیگه هم هست. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم در خلال این داستان برای ما میفهمونن که احیانا آنچه که به شکل انسان در مسیر زندگی شما ظاهر میشه شاید ملکی از ملائکه الله متعال باشه برای آزمایش من. این داستان این گونه است که این 3 نفر ملکی رو الله متعال میفرسته به شکل انسانی. انسانی میره پیش اولی ابرص، اونی که مریضی پیسی داشت، میره و باش احوال پرسی میکنه، خوشو بشه میکنه و میپرسه که تو خواسته ای تو چی از الله متعال؟ چه خواسته ای داری؟ طبیعتاً خب خودش چون از این بیماری رنج میبرده و متاسفانه یک تصور باطلی و اشتباهی هم در جامعه ما هست که اگر عزیزی رو الله متعال ابتلا کرده به این بیماری پوستی، دیگران به نحوی برخورد میکنن که انگار که این حالا چه مصیبتی هست و چه بلایی هست و ناپسند میدونن این رو. و این هم خیلی چیز خطرناکی است و چیز بدی است، صفت نامناسبی است که به هر حال اون عزیزی که الله متعال او رو ابتلا کرده به این به هر حال بیماری، اون هم دوست نداشته که اینطوری باشه و آزمایش الله متعال است و هم او رو آزمایش کرده، هم ما رو در رابطه با اون داره آزمایش میکنه الله متعال. به هر حال ایشون گفت که من دوست دارم که این بیماری من خوب بشه و پوست خوبی داشته باشم و رنگ خوبی داشته باشه پوستم. طبیعتاً چون به خودش هم اشاره کرد در ادامه که چون مردم از من این رو ناپسند میدونن و در رابطه با من گویی که زیاد راحت نیستن. درست. و این بود که این ملک الله متعال دست کشید به جسم این شخص و خوب شد به قدرت الله متعال. الله متعال این بیماری رو برطرف کرد، پوستی بسیار زیبا خوش رنگ برای این انسان داد. و بعد از ایشون پرسید، فقیر هم بود این انسان، هر 3 این انسان ها فقیر هم بودن. ازش پرسید که چه مالی دوست داری؟ چه مالی دوست داری؟ و ایشون بنا به روایتی گفت که من شتر دوست دارم. من شتر دوست دارم از بین مال ها. و دعا کرد براش، الله متعال براش شتری حامله داد که نزدیک وضع حملش هم بود که به هر حال وضع حمل کنه و زاد و ولد شروع بشه از اینا. و به هر حال بعد دعای برکت کرد براش و رفت. این نفر اولی بود که بیماری پیسی داشت. درست. رفت همین تکرار شد، رفت پیش انسانی که اون انسان کچل بود و کل بود، مو نداشت و با اون باز شروع کرد به صحبت کردن و از اون پرسید که چی دوست داری؟ و به هر حال اون هم همین دغدغه‌ای که همیشه داشت و دور بری‌ها شاید بهش تیکه میانداختن، گفت که دوست دارم موهای خوبی داشته باشم و دست کشید به سرش و الله تعالی به اون موهای بسیار زیبایی داد. اینا معجزاتی است که به هر حال اتفاق میفته. الله متعال در آن واحد این قدرت رو داره که بخواد در یک لحظه مو بده، بهترین موها رو برای یک انسانی که اصلا شاید مو نداشت. و این اتفاق افتاد. ازش خواست که تو حالا چه مالی دوست داری؟ این گفت من گاو دوست دارم و دعا کرد. الله متعال برای او گاوی حامله داد که اونم بعض حمل کرد و زاد و ولد شروع شد و دعای برکت کرد براش و رفت. پیش نفر سوم رسید که نابینا بود و به او گفت که تو چه دوست داری؟ اون هم به طبیعت وضع حالش گفت که من دوست دارم که چشم من بینا بشه و ببینم دور و بری‌های خودم رو. انسان نابینا به هر حال
دوست داره اینکه ما حالا قدر نعمت چشممون رو ما نمیدونیم، اینکه کوتاهی از ماست و اگر کافیه که ما 1 ساعت 2 ساعت چشممون رو ببندیم و تصور بکنیم که دیگه نمیتونیم ببینیم، اون موقع از کل این دنیا فقط یک آرزو داریم که الله متعال فقط چشمای ما رو ما پس بده، ولو اینکه هیچ دیگه مشکلی، همین وضعیتی که الان داریم و مینالیم از او و احیانا ناراحتیم از این وضعیت، کافی چشمامون رو ببندیم فکر کنیم دیگه این چشم باز نمیشه. از الله متعال اگر بگم فقط یک دعای تو پذیرفته میشه، اون رو قبول بکنه الله متعال بگو دعایی است، میگیم چشمامون رو برگردونه. و وقتی که چشمای ما برگرده چقدر خوشحال میشیم که الحمدلله چشم داریم، ولو اینکه وضعیت همین وضعیت الان هم باشه. و همین ها درس‌ها و عبرت‌هایی است برای ما در این روایت‌ها. خلاصه اینکه ایشون هم درخواست کرد که من چشم داشته باشم و الله متعال به خواسته ایشون این بود که الله متعال که چشمای این رو برگردونه. ملک دست کشید به چشماش برگشت. پرسید که از مال دنیا چی دوست دارین؟ گفت گوسفند دوست دارم. الله متعال به گوسفندی داد که حامله بود باز و برای دعای برکت شد رفت. گذشت، مدتی گذشت و اینها الان اون شتر و این گاو و این گوسفندها زاد و ولد کردن، اونها هم مشغول تجارت هاشون شدن و به هر حال دامداریشون و اینها گله ای از شتر در یک وادی، به تعبیر حدیث اومده وادی از شتر، یعنی گله ها شاید، یعنی خیلی زیاد درست. از شتر به اون انسان اول داده شد و گله ای و وادی از گاو به دومی و وادی از گوسفند به سومی که نابینا بود. بعد از مدتی همین ملک به همون شکل دوباره آمد. الان این قسمت ابتلا، این قسمت دومی هست. این قسمت دومی آزمایشه. سالها گذشته دوباره اومد و به شکل یک مسافر درمانده‌ای که از راه مانده و دزد زده او رو و مالی نداره و پریشانه و آثار سفر در وجودش هست، آمد پیش اولی، اون کسی که بیماری پیسی داشت و به او گفت که من انسانی هستم، نیازمندم، مستمندم و در مسیر راه به من حمله شده و مال من رو دزدها گرفتن و وضعیت مناسبی ندارم و بعد از الله متعال که به هر حال ولی نعمت ماست، سپس بعد از الله متعال امید من به توئه که اگر از این گله‌ای که الله متعال از این همه نعمتی که به تو داده و از تو رو قسم میدم با اون ذاتی که به تو این سلامتی پوست رو داده و زیبایی پوست رو و این گله شترها رو داده که یکی از این شترها رو به من بدی که دقیقاً من بتونم طی مسیر بکنم و بقیه مسیر خودم رو ادامه بدم. اون شخص بهانه‌گیری کرد، گفت والا مخارج زیاده و مشکلات هست و به هر حال خرج، حالا به تعبیرهای امروزی خودمون بچه‌ها هست و قبض و آب و برق و گاز و تلفن هست و پول اینترنت خونه هست و نمیدونم بعد هزینه دانشگاه بچه‌ها هست و قسط ماشین و وسایل خونه مونده و کرایه خونه مونده و اجاره خونه مونده و از این مواردی که ما الان زیاد بلدیم از این چیزا بگیم. وقتی کار خیر میرسه همین چیزا هست، وقتی که باز به مال دنیا خرج میکنیم یادمون میره که همین چیزا هنوز هموناست ولی فراموش میکنیم. این انسان بهانه ها آورد که مخارج زیاده و مشکلات هست. بعد این انسان گفت که انگار که من تو رو میشناسم. این ملک اشاره کرد بهش، گفت من تو رو میشناسم، تو همونی نیستی که بیماری پیسی داشتی و فقیر بودی و برات دعا شد و یکی برات دعا کرد که تو بازگردی بید، برات دست کشید به بدن تو، بعد پوستت خوب شد و زیبا شد و این ثروت ها رو الله تعالی به تو داد. اون گفت نخیر، کی گفته؟ ما اصلا نسل در نسل ما هممون ثروتمند بودیم. این ثروت من از آبا اجداد خودم به ارث بردم. نسل در نسل ما وضعمون اینجوری بوده، پوست منم از همون روز اول همینطور قشنگ و خوشگل بوده و هیچ مشکلی هم نداشت. این آزمایش. الان انسان نعمت‌هایی رو که الله متعال به انسان میده نباید فراموش بکنه. و در قرآن کریم هم بارها حتی به صحابه ذکر میکنه واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. اون لحظه که تو مکه بهتون ظلم میشد، نمیتونستید کاری بکنید. انسان همیشه باید گذشته زندگی خودش رو، مخصوصا وقتی الله تعالی به انسان نعمتی میده، فراموش نکنه و این ابتلاعات درسش که اینه که بدونیم که الله متعال نعمت داده و احسن کما احسن الله الیک و اونجوری که الله متعال به ما احسان میکنه باید به دیگران احسان بکنیم. خلاصه این که این ملک چی گفت؟ گفت اگر تو دروغگویی در این حرفت، الله متعال تو رو برگردونه به همون حالت اول. اگر تو واقعا اینطور نبودی که میگی، من میگم تو اینطوری بودی، تو میگی نه خیر من نسلا در نسل اینطوری بودم هیچ مشکلی نداشتم، باشه. اگر دروغ میگی برگردی به حالت اول و بازگشت به حالت اولش، همون بیماری پیسی و تمام مالش هم از دستش گرفته شد و از بین رفت پیش نفر دوم، کسی که کل بود و کچل بود. همین حکایت تکرار شد، همین صحبت ها رو کرد، از روی گاوی طلب کرد که اینو بفروشه، هزینه سفر کنه با خودش، مسیرش رو ادامه بده. اون هم باز بهونه‌گیری آورد و خرج و مخارج و گفت من تو رو میشناسم، انگار که تو رو میشناسم. تو همونی نبودی که کچل بودی، یکی دست کشید به سرت خوب شدی؟ همونی نبودی که فقیر بودی الله تعالی به تو مال داد، یک گاوی داد و بعد الان همین لشکر از اونه، این گله ها از اونه؟ اینم منکر شد. نه خیر،
من از همون روز اول مدل موهام همینطوری با کلاس بوده و قشنگ بود و مرتب بوده و منم از آبا و اجداد خودم این گله رو به ارث بردم و همچین حرفایی نبود و این کار کرد. درست. این ملک فرمود که اگر تو دروغ میگی باشه برگرد حالتت به همون حالت اول. همونجوری شد، تمام کلش موهاش ریخت و خلوت شد، کچل شد کلش دوباره و بعد دوباره تمام مالش هم از دست رفت. اینم شد همونجوری که بود. رفت پیش انسانی که نابیناست. پیش انسانی که نابینا بود رفت و از او پرسید که همون سوال کرد، من انسان مسکینی هستم. گفت مسکینی هستم، در راه، در سفر، در مانده هستم، سواری ندارم، دزدا به من حمله کردن و اینطور مونده و اینطور. به هر حال این ملک هست که اینها 3 نفر، این همون ملک اولیه که الله متعال فرستاده و دوباره داره میاد. الله متعال الان از با این ملک فرستاده تا اینها رو آزمایش بکنه. این یکی از ملائکه الله تعالی است، امر گرفته از الله تعالی که اینطوری بگه تا اینها آزمایش بکنه بنده های الله متعال. این ملک گفت که من مسکینم و درماندم و ندارم و به اون اللهی که تو رو مال داد، به تو چشم داد و سلامتی داد، تو رو قسمت میدم که اگر بتونی گوسفندی من بدی از این گله که من این رو بفروشم و خرج راه خودم بکنم. اون انسان نابینا مثل 2 نفر اول برخورد نکرد که انکار بکنه و بهانه جویی بکنه. در جا اومد و چیکار کرد؟ ذکر نعمت کرد و نعمتهای خودش رو بیان کرد و گفت بله راست میگی، من نابینا بودم، الله متعال به من چشم داد، من فقیر بودم، الله متعال به من نعمت داد. به والله برو داخل این گله و این وادی گوسفند، هر چقدر که از اینها دلت میخواد بردار. هرگز بهت نمیگم که چرا اینقدر برداشتی و یا چرا اینقدر کم گذاشتی. اگه همه اینها رو میخوای برداری بردار، چون که الله متعال همین که من این نعمت‌ها رو داده، من شکرگزار نعمتش هستم و دوست ندارم که مالی که الله تعالی من داده این رو بخل بکنم برای دیگران ندم. و این ملک براش دعای خیر کرد، فرمود که الله متعال مال تو و سلامتی تو و چشمان تو رو برای تو نگه داره و بلکه بر اون بیفزاید و برکت بده. من ملکی هستم از طرف الله متعال اومدم و حکایت این گونه است. 2 رفیقم داشتی، پیش اونام رفتم، پیش تو هم اومدم، اونهایی که پیش اونها رفتم اونها مورد خشم و غضب الله تعالی قرار گرفتن و الله متعال از تو راضی شد به خاطر اینکه تو تحدیث نعمت کردی، بیان کردی نعمتایی که الله تعالی به تو داد، فراموش نکردی و احسان کردی همونطوری که الله متعال به تو احسان کرد. این روایت با توجه به حالا درس ها و معانی که داره، ما در برنامه گذشته چون به اصل موضوع گفتیم بیشتر بپردازیم، از شرح این موضوع پرهیز کردیم و اگر کل این برنامه رو ما اختصاص بدیم به دروسی که در این روایت هست کم هست، اما فقط همینقدر اشاره میکنیم که در زندگی ما هم احیانا شاید اون کسی که میاد در ظاهر یک فقیری، یک مسمندی، یک بیچاره‌ای، یک درمانده‌ای، یک انسانی که وضعش خیلی به هم ریخته است و دست دراز میکنه جلوی ما در خیابانی، در کوچه‌ای، از کجا معلوم که این یکی از ملائکه الله متعال نیست برای آزمایش من؟ مگر همین کار رو الله متعال با این 3 نفر نکرد؟ مخصوصا وقتی که من گذشته‌ای داشتم که گذشته مشکل داری بود، مخصوصا که من وقتی که دعا میکردم از الله متعال میخواستم اگر من نعمت بدی من بنده خوبی میشم، من خرج میکنم، من انفاق میکنم، من در دعاهام میگفتم که اگر خدای به من بدی من انسان خوبی خواهم بود و الان الله متعال داره ما را آزمایش میکنه. این رو ما مواظب باشیم. خیلی وقتها انسان‌هایی که ما ظاهرا فکر میکنیم انسانن در مسیر ما قرار میگیرن، شاید اصلا انسانی نباشه، شاید ملکی از ملائکه الله متعال کور فرستاده ما را آزمایش میکنه. پس مواظب باشیم در تصمیم گیری هامون، در رفتارمون و در برخوردمون با این به هر حال آن کسانی که به اسم گدا، به اسم فقیر دست دراز میکنن. حداقلش اینه که ما انکار نعمت نکنیم، حداقلش اینه که ما تکبر و غرور نکنیم. نیازی نیست که انسان، این لازمی نیست که انسان هر وقت کسی دست دراز کرد یقینا انسان باید چیزی بهش پرداخت کنه. انسان بعضی وقتا دستش تنگه، بعضی وقتا نیازهای اولیه داره، اما حداقل الله متعال میفهمد قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى. یک قول معروف، یک لبخند میشه زد، بگیم که الله تعالی به شما بده، کاش دست من میبود یک چیزی به شما میدادم، کاش میتونستم به شما کمکی بکنم، یا حداقل اگر نمیتونم من 100 ریال بدم، نمیتونم 50 ریال بدم، 1 ریال که میتونم بهش بدم، میتونم که اگر 2 تا خرما دارم نصف خرما رو که بهش بدم، میتونم 1 لیوان آبی بهش بدم، میتونم حداقل یک احترامی بهش بگذارم. این آزمایش مهم نیست که حتما پول باشه، همین که در برخورد خودم گم نکنم، خودم فراموش نکنم، بفهمم که این هم انسانه ولی اینکه شاید اصلا انسانی هم نباشه. برخورد من با این خیلی مهمه، رفتار من با این مهمه و اینها درسایی است که در این هست. این موضوعی بود که به هر حال شما فرمودید که ما این موضوع حتما ذکر بکنیم و داستان زیبایی است که در ارتباط ملائکه با غیر انبیاء الهی به ما ذکر شده در روایت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم و این هم تابع اون بخشی است که گفتیم ملائکه در ارتباط با انسان ها یک بخششون با انبیا ارتباط دارن، یک بخششون با غیر انبیا.
تشکر، سلامت باشد. اینجا یک سوال خارج از موضوع تقریبا باشه. آیا میشه از این داستان ما ایره برداشت بکنیم که هر جای انسانی پیسی هست یا انسان کچل و یا کله هست، یعنی انسان های زشتی باشند و بالعکس قسمی که در داستان انسان نابینا محترم ثابت شد، انسان نابینا را بهتر فکر بکنیم، یا فقط این تصادفی اینطور رخ داده؟ مسئله سر بحث شکل ظاهری نیست، مسئله سر قلبه. اون انسانی که اون انسان نابینا اینجا نه به خاطر بحث چشمش یا اونی که سرش مثلا مو نداشت یا اونی که پوستش مشکل داشت، اینها سر اصلا ظاهرشون مهم نیست. این هر کدوم یک ابتلایی شدن از طرف الله متعال و الان الله متعال به اونها نعمت داده و الان الله متعال چی میخواد از اینها؟ الله متعال از اینها درک میخواد، از اینها قلب میخواد، از اینها ایمان میخواد، از اینها شکر نعمت میخواد. این مهمه. حالا هر کسی در هر ظاهری، ما مهم نیست که انسان خیلی ها هستن زیبا هستن، خوشگل هستن، خیلی قشنگ هستن، اما نزد الله تعالی از حیوان پستن، اولئک کالانعام بل هم اضل. این مهم نیست که ظاهر انسان چی باشه. انسانی هست، ما داشتیم در تاریخ خودمون داشتیم، ما ائمه‌ای داریم، بزرگوارانی در تاریخ اسلام ما داریم که اصلا ظاهرشون اصلا هیچ ظاهر زیبایی شاید نداشته باشن. ما در بین صحابه رسول صلی الله علیه و سلم بدون ذکر نام صحابی داشتیم که شده در جمال و زیبایی اصلا هیچ جمال و زیبایی نداشتن، شاید هیچ بدن قوی هیکلی حتی نداشتن، حتی شاید نقص و عضو داشتن. اما مسئله اینه که الله متعال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. در روایت الله متعال رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که الله تعالی نه به مالتون نگاه میکنه نه به ظاهر و قیافتون نگاه میکنه، بل ينظر الى قلوبكم. الله تعالی به قلب نگاه میکنه. مهم قلبه. مهم اینه که انسان درک و شعور و احساس ایمانیش قوی باشه و این مهمه. حالا اینکه به هر حال الله متعال آزمایش میکنه و ابتلا میکنه و این برخورد در این بحث خیلی مهمه که ما اگر خدای نکرده کسی به هر حال الله متعال او رو آزمایش میکنه، هر کسی رو یک جوری آزمایش میکنه. من اگر یک چیزی نعمتی الله تعالی به من داده که به غیر من نداده، این نباید این نعمت سبب بشه که من فخر فروشی بکنم بر او، سبب بشه من اون رو تحقیر کنم، سبب بشه من اون رو به دیده اهانت نگاه بکنم، مسخرش بکنم، تمسخرش بکنم. چه بسا که همین بلا بدترش سر من در بیاد و همین ابتلا رو الله متعال برای من قرار بده و اینها درسایی است که ما از این روایت میگیم. تشکر، سلامت باشید. بر علاوه این سفیری میان الله متعال و بندگان که یکی از وظایف ملائکه با انسان ها هست، وظایف دیگری هم دارن که تعلق بگیره با انسان ها؟ ما در برنامه گذشته به موضوع بحث کرام الکاتبین هم اشاره کردیم و گفتیم، حالا من فقط اشاره مختصری بهش بکنم که باز دوباره کل موضوع رو تکرار نکرده باشیم، که از وظایف مهم دیگرشون این بود که الله متعال در آیات مختلف از قرآن کریم میفرماید که و ان علیکم لحافظین، با این تعبیری که از تعابیر این هست که کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. بر شما دو ملک گماشته شده که اینها محافظت میکنن از شما، همیشه همراه شما هستن و مکرم هستن و مینویسن و کتابت میکنن و اعمال ما رو مینویسن و میدانن آنچه که ما انجام میدیم. اینها و در روایت‌های دیگر در آیات دیگر از قرآن کریم ثابت هست که بر ما بل و رسولنا لدیهم یکتبون، مثلا با این تعبیر الله متعال میفرماید که در سوره مبارکه زخرف که من انبیای من ملائکه من رسولنا، ملائکه اینجا مراد هست که ملائکه من مینویسن و میدونیم ما نامه اعمال و کارنامه اعمالی که ما داده میشه روز قیامت و این کتابی است که نوشته شده، در اون نوشته شده و این آرشیو زندگی ماست که اینها رو دو تا ملک، یکی سمت راست ما و یکی سمت چپ ما، این ملائکه اینها رو مینویسن، یکی کارهای خوب ما رو مینویسه و یکی کارهای بد ما رو مینویسه و اینها دو شیفت دارن. به هر حال دو نفر اینها صبح تا عصر با ما هستن و دو نفر دیگه از عصر نماز عصر مشارکت میکنن تا نماز صبح با ما هستن و غیر از اینها که کرام الکاتبین نام دارن و می نویسن تمام آنچه که ما میدانیم انجام میدیم و حتی اشاره کردیم که برخی از نیت‌های ما رو هم حتی میدونن بنابر روایت‌های صحیح رسول صلی الله علیه و سلم و اونها رو هم می نویسن، چون بر مبنای نیت‌ها هم ما اجر داده میشیم و در روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که الله متعال میفرماید که بنده من نیت گناهی میکنه و من نیت گناه که میکنه کرام الکاتبین، من ملائکه رو میگم ننویسید تا ببینیم که چیکار میکنه. اگر گناه کرد یک گناه نوشته میشه و در روایت دیگری اگر گناه نکرد براش ثواب نوشته میشه. عجیب اینه که اگر انسان نیت گناه بکنه و انجام نده براش یک ثواب نوشته میشه. نه تنها گناه نوشته نمیشه بلکه حتی یک ثواب هم نوشته میشه، چون نیت گناه کرد اما نکرد این کارو، یک ثواب براش نوشته میشه. و اگر نیت ثواب کرد همون موقع که نیت میکنه یک ثواب براش نوشته میشه، ولو این که انجام نده و اگر انجام داد 10 برابر حداقل براش نوشته میشه تا 700 برابر هم و بلکه بیشتر هم برای برخی از عبادت ها نوشته شده و ذکر شده. این اشاره میکنه که کرام الکاتبین حتی نیت های ما رو هم
میدونن به خواست الله متعال که چون موکل این کار هستن و این صفت مال بقیه انسان ها همچین صفت هیچ کدوم از انسان ها ندارن و از بین ملائکه کرام الکاتبین به خاطر وظیفه‌ای که دارن الله متعال این اختیارات رو به اونها داده. گروه دیگری از ملائکه که وظیفه بسیار مهم رو دارن در ارتباط با انسان ها، اونها ملائکه‌ای هستن که ما در سوره مبارکه رعد و در سوره مبارکه انعام هم ما ذکر اونها رو داریم. در سوره مبارکه رعد که رعد و برقم اگر الان در حال صداش داره شنیده میشه، الان من که میشنوم حداقل در استودیو، اگر بیرون دوستان بشنون، عزیزان در بینندگان، و الله متعال نعمت باران رو الحمدلله بر ما داره جاری میکنه. و در سوره مبارکه رعد که گفتیم باز حتی رعد هم یکی از ملائکه ذکر شده، بنابر روایتی الله متعال میفرماید و یسبح الرعد بحمده، و رعد تسبیح میگه الله متعال رو، و باران هم خودش لطف الله متعال است که ملائکه باز گفتیم موکل به باران هم هستن و در آسمان شهر ما هم اکنون مشغول فعالیت هستن این عزیزان. در سوره مبارکه رعد الله متعال از گروه دیگری از ملائکه هم نام میبره در آیه 11 سوره مبارکه رعد که میفرماید له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. معقبات اینجا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما مفسر بزرگ صحابه میفرماید معقبات اینجا ملائکه‌ای هستند. منظور معقبات کسانی که تعقیب میکنن، از تعقیب میاد انسان رو، اینها محافظ اسکورت انسانن، بادیگاردهای انسان هستن، ملائکه‌ای که الله متعال برای هر انسانی، مسلمان و کافرش، اینهایی که الان ما داریم ذکر میکنیم این وظایف همه انسان ها بلا استثناء هستن، مسلمان و کافر نیست. حالا مؤمنین باز یک سری ویژگی‌ها خواص خاصی دارن ارتباط ملائکه با اونها که ان شاء الله در برنامه بعد بیشتر میپردازیم. ملائکه‌ای هستن که اینها رو ما بهشون میگیم در این آیه 11 سوره مبارکه رعد به معقبات معروفن. معقبات له معقبات من بین یدیه و من خلفه، از جلو و از پشت سر، یحفظونه من امر الله، محافظت میکنن اون رو به امر الله تعالی و از جانب دستوری که اونها داده شده از طرف الله متعال. و این ملائکه رو باز ما در سوره مبارکه انعام هم آیه 60 داریم که میفهمد و هو القاهر فوق عباده، الله متعال بالای بندگان خودش غالب و چیره هست. و یرسل علیکم حفظه، و بر شما میفرسته حفظه یعنی ملائکه‌ای که شما رو محافظت میکنن. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون، تا اینکه وقتی که نوبت مرگشون برسه باز دیگه ملائکه دیگری میان که جونش رو میگیرن. این ملائکه حفظه یا ملائکه‌ای که معقبات ذکر شده در سوره مبارکه رعد، وظیفه اینها چیه؟ وظیفه اینها اینه که اینها هم مثل کرام الکاتبین 24 ساعت همراه انسان هستن و اینا هم دو شیفتی هستن، یعنی یک شیفت صبح کار میکنن، یک شیفت شب کار میکنن. مثل کرام الکاتبین دو شیفتن، 4 نفرن کرام الکاتبین برای هر انسان. و ملائکه معقبات هم حداقلش 4 نفر هستن که دو شیفتی کار میکنن. اینها یکی جلو یکی پشت سر، اینها این 4 تا فکر این مجموعه 4 نفر همیشه هستن همراه انسان. درست. این معقبات کارشون چیه؟ برخی از صحابه در شرح کار اینها و برخی از تابعین و مفسرین من جمله روایات از علی بن ابی طالب رضی الله عنه ذکر میکنن و از مجاهد ذکر میشه که این ملائکه وظیفهشون اینه. امام ابن کثیر در تفسیرش به شرح این میپردازد که وظیفه اینها اینه که اینها چیکار میکنن؟ انسان رو از انسانهای دیگر، از جنها، از هوام یعنی از حشرات و گزندگان و درندگان محافظت میکنن. حتی بعضی وقتا از چاهی از دیواری روی انسان بیفته محافظت میکنن. بادیگارد کارش چیه دیگه؟ بادیگارد کارش همینه، مگر آنچه که تقدیر الله متعال رفته. تقدیر الله متعال رفته. الان ما اگر بخوایم یک مثال ساده تر بزنیم برای فهم این موضوع، درست. یک انسانی هست یک سری اسکورت ها و بادیگاردایی داره. این اسکورت و بادیگارد از همه مشکلات و مصیبت های دور و بر، از همه خطرها اون رو محافظت میکنن، اما بعضی وقتا دستور از مقامات بالا باز میرسه که آقا این الان باید دیگه بره فلان جا بازرسی بشه، بعد زندانی بشه. الان دیگه بادیگارد اینجا خودش رو میکشه کنار چون امر از بالا اومد. تقدیر الله متعال یک سری مواردی جز تقدیر افراد هست. تقدیر الله متعال که الان این آقا باید بمیره، نه بله. این آقا الان بعد دیگه نوبت مرگش رسیده، خب باید بمیره. الان دیگه اینجا دیگه ملائکه معقبات و حفظه ولش میکنن برای تقدیر الله متعال. ملائکه دیگه میان که جانش رو میگیرن، یا الله متعال ابتلا میکنه او رو به یک اتفاقی، این در تقدیرش هست و آزمایش اوست. اما غیر از این موارد فراوانی هستن که ملائکه حفظه ما رو محافظت میکنن. اینطوری نیست که ما بعضی وقتا تنهایی برای ما ترسناکه، میترسیم از تنهایی، میترسیم که تاریک شب من تو خونه تنها هستم. ما هیچ وقت تنها نیستیم، بجز اون که به هر حال غیر از این که الله متعال
همیشه و هو معکم اینما کنتم. الله متعال معیتش با ماست. الله متعال ما همیشه با علم الله متعال و قدرت الله متعال احاطه شدیم و الله متعال همیشه ما رو میبینه و از حال ما خبر داره. علاوه بر این ملائکه هستن که همیشه با ما هستن، از بدایت تولد، از ابتدا و آغاز تولد ما تا لحظه وفات ما و بعد از اون هم باز با ما ارتباط ما ملائکه ادامه داره. اینها همراه ما هستن که حداقل این ملائکه 4 نفرن. این 4 تا اسکورت و بادیگارد همیشه با ما هستن و تمام حال و احوال ما رو خبر دارن. این ملائکه رو ما ملائکه‌ای که به هر حال به تعبیر قرآن کریم معقبات گفته شده و حفظه، گروه دومی از ملائکه هستن که انسان رو محافظت میکنن و نگهداری میکنن و همیشه همراه ما هستن. بسیار خوب، تشکر. سلامت باشید. اجازه بدین بریم با سراغ یک میان برنامه. بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاه رو میبینیم و برمیگردیم. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آیا گمان می کنید وارد بهشت می شوید حالان که هنوز حالت آنان که پیش از شما گذشتند بر سر شما نیامده است؟ مشکلات و سختی های زیادی به آنان رسید و به قدری گرفتار ناراحتی و آشفتگی شدند که پیامبر و مؤمنانی که با او بودند می گفتند یاری پروردگار چه زمانی خواهد آمد؟ آگاه باشید که یاری الله نزدیک است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه زلال ایمان با موضوع ملائکه و انسان ها خدمت شما عزیزان هستیم. البته در هفته گذشته روی وظایف ملائکه صحبت کردیم، وظایف عمومی ملائکه که یکی در کائنات چه وظیفه‌ای دارند و سپس در مقابل انسان ها یا در برابر انسان ها چه وظیفه‌ای دارند. اما این هفته و در این قسمتی از برنامه زلال ایمان روی ملائکه و انسان‌ها یا وظایف ملائکه با انسان‌ها صحبت داشتیم. داستانی را که استاد سلیمانی عزیز هفته گذشته ذکر نکرده بودند در ارتباط با آزمایش 3 تن از اشخاص و افراد بنی اسرائیل توسط یکی از ملائکه های الهی با آن حکایت اشاره کردند. دلالت بر این میکند این حکایت و همسال این حکایت های دیگر که ملائکه ها بغیر از انبیا با بندگان دیگر الهی نیز صحبت میکنند، بسا موارد پیش روی آنها در زندگی میآیند و با آنها گفتگوی میکنند. قسمی که با آن 3 تن گفتگو کرده بود.
و سپس در مورد کرامن کاتبین صحبت کردند که دو ملائکه است در طرف راست و چپ انسان که اعمال خوب و بد انسان را می نویسند. در دو شیفت کاری البته اینها تقسیم شدن، یکی از عصر تا صبح و دیگری از نماز صبح تا نماز عصر. و همچنان گفتن ملائکه های دیگری که در قرآن برشان معقبات گفته شده و یا حفظه برشان گفته شده، نگهبان های انسان ها هستند که برای هر انسان حداقل 4 ملائکه نگهبان هستند که از پیش و عقب او را از هر چیز، از هر بلا حفاظت میکنند، بجز این که تقدیر الهی بیاید و او کار جدا هست. استاد سلیمانی عزیز، باران البته به شدت میباره، ملائکه هایی که وظیفه دارن این ابر و باران را ببرن به هر طرف، حالا آوردن بالای سر من و شما. علاوه از کرامن کاتبین و حفظه، ملائکه دیگری هم هست با انسان ها در تماس هستند؟ از خلال روایات رسول صلی الله علیه و سلم این گونه برمیاد که ببخشید این ملائکه‌ای که وظیفه باران را داشت اسمش چی بود؟ یا همون رعد است؟ امیر همه این عزیزان و سروران میکائیل علیه السلام هست و رعد هم از زمره همین ملائکه است. میکائیل علیه السلام؟ میکائیل علیه السلام وظیفه باران است یا ابرها؟ اون وظیفه کلا رزق هست و رزق هم به هر حال باران با باران میگیرد، باران و گیاهان و اینا همه زیر مجموعه رزق هستند و باز رعد هم در زمره این هاست. از رعد از زمره همکاران میکائیل علیه السلام هست و از کسانی هست که زیر نظر میکائیل علیه السلام اوامرش رو انجام میدن و صدای رعد به هر حال شنیده میشه. و درباره ملائکه اگر بخوایم ملائکه دیگری که رسول صلی الله علیه و سلم اشاره میکنن این هست که یک گروهی از این ملائکه از لحظه تولد، قبل از تولد، اون لحظه که نطفه در رحم مادر قرار میگیره و به هر حال شکل میگیره، شروع میشه پیدایش خلقت انسان، بعد از اینکه چند مرحله میگذره بر روح قراره در او دمیده بشه، ملکی رو الله متعال از همون اول میفرسته. این ملک رعایت بررسی میکنه و مسئولیتش اینه که لحظه به لحظه این خلقت داخل رحم رو این کنترل میکنه و مراقبت میکنه و گزارش میده به الله متعال که الان الله متعال که خبر داره همین چیزا رو، به هر حال الله متعال این رو میفرسته و الله متعال اینها رو، این ملائکه رو وقتی که روح میخواد دمیده بشه از الله متعال میخواد که سوال میکنه که الله متعال درباره شقاوت و سعادتش، یعنی این انسان شقی خواهد بود، این انسان خوشبخت بدبخت خواهد بود و رزقش چقدر خواهد بود و اجلش چقدر کی خواهد بود، یعنی کی از دنیا میره. اینها رو مینویسه. اینها مواردی هستن و این مواردی هستن که این موارد مثلا کی از دنیا میره انسان هیچ کسی نمیدونه. درست. و این که رزق انسان دست الله متعال هست و آنچه که الله متعال خواسته باشه، بعد الله متعال خودش رازق هست و رزاق هست و تقسیم میکنه رزق رو بین بندگانش و به هر کسی که اون قدری که خود الله متعال بخواد میده. درست. به هر حال با توجه به حکمت هایی که داره و آزمایش بندگانش و خوشبختی و سعادت رو که انسان در خوشبختی و سعادت خودش نقش مستقیم داره. شک به این نیست که به این معنا نیست که انسان چون در رحم مادر براش نوشته میشه که شقی است و سعید است به این معناست که پس مجبوره. نه، به این شقاوت و سعادت رو با الله متعال با توجه به که عالم به غیب است و قبل از اینکه این بنده به دنیا بیاد خبر داره که این بنده با اختیار کامل خودش چه راهی رو انتخاب خواهد کرد و سرانجامش چگونه خواهد بود، شقاوت و سعادتش نوشته میشه. این از مواردی است که ملائکه این که موکل به این موضوع هستند که قبل از تولد انسان، اینها قبل از تولد انسان به این موضوع میپردازن و این در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم برای ما ذکر شده. درست. این از لحظه اول هست. یک گروهی دیگری باز هستن این که قبل از کرامن کاتبین و یا ملائکه حفظه باید ذکر میشد. اینو به هر حال با در ترتیب بعد فرموده شما باید اون موقع ذکر میشد. این قبل از پیدایش انسان هست و خلقت قبل از تولد انسان هست و بعد از اینکه انسان متولد شد کرام حفظه میآید. حفظه که از همون لحظه اول هستن. کرام الکاتبین هم هستن مینویسن. ما میدونیم که حتی کرام الکاتبین هم که مینویسن خب تا سن تکلیف گناه نیست اما ثواب که هست. درست. نیست که ثواب هم نباشه، یعنی اگر طفلی هم سبحان الله گفت اجرش براش نوشته میشه. درست. اگر رفت قرآن خون ثوابش هم برای خودش هم برای والدینش نوشته میشه. و تا سن تکلیف باز گناهان شروع میشه، یعنی حساب میشه. و ما پس قبل از تولد هم داریم، در هنگام تولد و در هنگام زندگی هم که گفتیم
اینها کلیات هستن. باز جزئیاتش اگه ما بخوایم در بحث زندگی مؤمن باز نمونه‌های بسیار فراوانی داریم و اقسام فراوانی داریم که ان شاءالله موضوع برنامه بعدی ما خواهد بود، ملائکه و مؤمنان. و بعد از اون باز میرسیم به گروه دیگری که بعد خب پایان زندگی، این از تولد بود و حالا لحظه وفات هم ملائکه‌ای هستن که اینها وظیفه اونها گرفتن جان انسان هاست. درست. و الله متعال میفهمد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو جان شما رو به صورت کامل میگیره ملک الموت، اون کسی که موکل شده برای شما در این امر. و ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که اسم اسرائیل نه در کتاب قرآن کریم و نه در سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم ذکر نشده و ثابت نیست که اسرائیل نام ملک الموت اسرائیل باشه. اما الله متعال میفهمد فرشته، این به هر حال ملک مرگ یا تعبیر فارسی خودمون فرشته مرگ هست. در این روایت گویا اشاره میشه که یک نفره ملک الموت الذی اسم موصول برای مفرد استفاده میشه. اما در سوره مبارکه انعام آیه هست میفرماید الله متعال حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، وقتی که مرگ کسی میرسه ملائکه ما رسولان من الله با عظمت میان و چیکار میکنن؟ جانش رو میگیرن. اون آیه 60 سوره مبارکه انعام اشاره به این داره که اونجا ملائکه‌ای هستن، جمعی هستن، رسولنا جمع استفاده شده. از مجموع این دو تا آیه امامان بزرگوار اهل سنت در تفسیر و در عقیده این گونه برداشت کردن که چند برداشت شده، دو برداشت شده که یک برداشت اینه که اصل ملک موت یک نفره که روح رو میگیره، یک نفره، همینطور که قرآن میفهمد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اما همکارانی داره، اما نیروهایی داره که به او کمک میکنن و جان رو تا گلوگاه میکشونن، اون آخر سر اخذ میکنه. این یک برداشت هست که ملک الموت یک نفر هست، جان رو او میگیره و بقیه به او کمک میکنن در گرفتن جان قبل از اینکه روح از بدن خارج بشه و بعد از اینکه روح از بدن خارج میشه هم اونها روح رو میگیرن و میبرن به سرانجامش، به هر حال میرسونن با حساب کتابی که بعدن داره که اون بحث دیگه است. پس یک برداشت اینه که ملک الموت یک نفر هست و اعوانی داره، یعنی نیروهای کمکی داره و سربازانی که با او هستن. در این که مجموعه این کار رو انجام میدن، در این مجموعه اتفاق نظر هست، مجموعه جان رو میگیرن، چون الله تعالی فرمود توفت و رسولنا یعنی رسولان من الله بازمند که جمعه مجموعه هستن. حالا آیا این که این مجموعه زیر نظر یک نفر هستن یا هر کدوم به تنهایی یک ملک الموت حساب میشه، روی این فقط یک بحثی هست که دو روایت، دو برداشت در بین این موضوع در این موضوع دو برداشت معتبر وجود داره. یکی این که ملک الموت یک نفر هست، فرشته من، و دیگران زیر نظر او کار میکنن و به او کمک میکنن و این فقط قسمت اخذ کردن از جان رو از گلوگاه میکشه بیرون. و اینکه یا اینکه بگیم ملک الموت اسم جنس باشه، یعنی ملک مرگ، یعنی به هر کسی، به هر ملکی که الله متعال او رو میفرسته برای گرفتن جان یک نفر، اون ملک الموت اون نفره. این هم برداشت دیگه است. پس مجموعه ملائکه‌ای هستند که جان انسان‌ها رو میگیرن، جان‌های انسان‌ها رو مجموعه‌ای از ملائکه میگیرن. حالا چه این ملائکه هر کدوم به تنهایی خودشون تعبیر ملک الموت بر اونها اطلاق بشه و تنهایی، و یا اینکه این مجموعه همه زیر نظر یک ملک بزرگ به اسم ملک الموت زیر نظر اون باشن، مثل ملائکه‌ای که زیر نظر میکائیل علیه السلام هستن، اشاره کردیم بهش و بحث آسمان و رزق روزی. و این ملائکه به اسم ملائکه موتن، اینا ملائکه‌ای هستن که مسئول گرفتن جان‌های انسان‌ها هستن و اینها متفاوتن باز با ملائکه دیگه. پس تا اینجا مثلا ملائکه‌ای که با انسان‌ها در ارتباطن و چند دسته رو ذکر کردیم. ملائکه‌ای که در انسان هستن، مرتبط با انسان‌ها هستن مستقیما برای وحی، یا ملائکه‌ای که برای آزمایش انسان‌ها میان، یا ملائکه‌ای که در بدو خلقت قبل از اینکه انسان به دنیا بیاد از شکم مادر میرن و به هر حال می‌نویسن سرنوشت او رو، و ملائکه دیگری که باز در هنگام زندگی انسان کرام الکاتبین نام دارن، همراه انسان هستن، اعمال رو می‌نویسن. ملائکه که به اسم حفظه و معقبات هستن و اینها ما رو محافظت میکنن، اینها هستن. و ملائکه موت هستن که اینها جان انسان ها رو میگیرن. اینها در برهه زندگی ما در این وره مرگ هستن، اون طرف مرگ هم باز ملائکه‌ای هستن که با انسان ها در ارتباط هستن.
بسیار خوب. پس ملائکه های موظفی بوده که از وقتی که گفته نطفه بر رحم مادر گذاشته می شود، ملائکه موظفی هست که میآید و 4 چیز نوشته میکنه: شقاوت و سعادت انسان را و اجل و روزی انسان را نوشته میکنه. سپس بعد از اینکه به دنیا میآید اینجا ملائکه حفظه به عنوان نگهبان از پیش و عقب می باشند با این انسان تا لحظه مرگ. بله، تا لحظه مرگ اینها می باشند و کرامن کاتبین هم از لحظه تولد با ایشان هست. بله. قبل از سن بلوغ یا سن تکلیف نکه های او نوشته میشه و بدی های او نوشته نمیشه چون مکلف نیست، بالغ نیست، و بعد از اینکه به سن تکلیف میرسه بدی های او را هم نوشته میکنن. این حفظه با کرامن کاتبین تا لحظه مرگ با این انسان هستند. وقتی که لحظه مرگ رسید و ملک الموت آمد دیگه وظیفه اینها اینجا تمام میشه. ملک الموت وقتی که اومد دیگه اینها به هر حال اینها ملائکه حفظه که دیگه کارشون تمام شده است. ملک الموت که این مال شماست، ما اینو دیگه الان وظیفه تمام میشه. الان ملک الموت وقتی که میاد خود به خود اونها وظیفهشون رو انجام دادن، وظیفهشون به تمام رسیده و الان شروع میشه دیگه مرحله گرفتن جان هست. وقتی که جان گرفته میشه خب ما ظاهرا این مرحله ما مرگ به معنای پایان زندگی ما نیست. اینو ما باید درکش کنیم که خیلی فکر میکنن مرگ یعنی پایان زندگی. مرگ انتقال از یک مرحله به یک مرحله دیگه است. گرفتن جان به این معنا نیست که اون جان از بین میبرن تمومش میشه، نه. درست. این روح از جسم خارج میشه. گرچه جسم اگه بگم بسن راننده از ماشین خارج میشه. یک وسیله سواری است، یک راننده‌ای داره، اصل اون راننده است. این وسیله در اختیار اونه. مسابقه ای هست. در این مسابقه راننده ها اومدن مسابقه بدن، ماشینا که مسابقه نمیدن. درست. مردا اون انسان ها مسابقه میدن. هر انسان خب یک ماشینی داره که بالاخره در این میدان باید خودش رو نشون بده، هنرش رو نشون بده. الان مسابقه که تمام شد، راننده پیاده میشه میره و ماشین میمونه. روح انسان ها در این و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این مسابقه دنیا که ما با انسان ها با مسابقه میدن، هر انسانی سوار بر یک جسمی هست. هر روحی، اصل ما روح ماست، سوار بر یک جسمی هست که ما رو با توجه به اون جسمی که داریم میاد الله متعال مؤاخذه میکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر کسی رو به اندازه ماشینی که بهش دادن ازش میخوان. یکی ماشین مدلش پایینه است، انتظار ندارم با آخرین مدل ماشین بازار مسابقه بده. هر کسی که همونقدر که بهش داده الله متعال به کسی که دست نداده و پا نداده هیچ وقت نمیاد ازش بخواد که تو چرا این کاری که مثلا با دست انجام میشه ندید. کسی که چشم نداره یا کسی که به هر حال توان میبینیم که مثلا کسی که عقل نداره، دیوانه و مجنون، الله متعال اصلا اون حساب کتاب نمیگیره، صاف میره بهشت. کسی که عقل نداره دست اون اصلا حلال و حرام تشخیص خوبه تشخیص نمیده، پاک رو از نجاست تشخیص نمیده. حالا چطور از این انتظار داشته باشیم که بیاد و تکلیف شرعی انجام بده؟ به همین خاطر که مجنون الله متعال میفهمد که این انسان میره در بهشت مستقیما و این حساب کتاب نداره، چون قوه تشخیص نداره. اونجا البته هوشیار میشه دیگه. اونجا که دیگه دیوونه نمیمونه، اونجا که همه چی به هر حال ما میدونیم که در بهشت هیچ جای نقص و نقصان و زیانی وجود نداره و همه انسان ها به صورت کامل و تمام هستند در بهترین خلقت و در بهترین فطرتشون. حتی کسانی که در دنیا از یک از اعضایشان محروم باشند. طبیعتاً و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. ما در همین دنیا هم اگر مثل همین حکایتی که 3 تا آزمایشی که 3 نفری که از ملک خواستن که الله تعالی برای اونها نعمت ها بده، در بهشت هم یقینا انسان میخواد تمام آنچه که نداشته رو طبیعتاً الله متعال یقینا خواهد داد و نقصی در بهشت این خودش یک نقص حساب میشه. اما بحث ما این بود که آزمایش وقتی که تمام میشه، جسم ماشین رو میگذاریم اما راننده هست. ما در دنیا وقتی آزمایش ما تمام میشه، الان آزمایش که تمام شد، راننده که روح هست آمد بیرون، جسم میمونه، جسم از بین میره، جسم میپوسه. به جز انبیاء الهی که به خاطر کرامت اونها الله متعال جسمشون رو هم نگه میداره و حرام خورده شدن بر زمین و جسمشون سالم در داخل قبرها هست و حتی تاریخ هم ثابت کرده این موضوع رو در جریانی مثل آنچه که در زمان خلافت عمر رضی الله عنه اتفاق افتاد برای در منطقه اهواز امروزی در سرزمین ایران و برای دانیال علیه السلام در روایتی که اومده و ایشون پیکرشون رو صحیح و سالم یافتن. خلاصه این که ما بعد از اون یک مرحله دیگه از زندگی ما و تعامل ما با ملائکه آغاز میشه و اولین مسئله و مهمترین مسئله در داخل قبر هست. الان در داخل اولین استگاهی است که بعد از پایان یافتن این زندگی در زندگی جدید با ملائکه روبرو میشیم. ما بعد از اینکه جان از جسم خارج میشه و میره و جسم به قبر سپرده میشه، الله متعال در همون روزهای اولیه قبر، حالا این به صورت عموم هست، ما وقتی میگیم قبر برای اون کسانی که قبر میشن، چون غالبا قبر میشن،
اما خیلی اصلا قبر نمیشن، اصلا این تو دریا خورده میشه، یا مثلا مثل بعضی از هندوها که آتیش میزنن و خاکسترش رو به باد میدن. مراد روزهای بعد از مرگ است. درست. روزهای بعد از مرگ الله متعال جسم رو با قدرتی که خودش داره و کیفیتی که خودش میدونه جمع میکنه. اونایی که تو قبر هستن که جسمش مشخص، اونایی هم که نیستن الله متعال این قدرت رو داره که جسمشون هر جا که باشن همون خاکسترها رو هم جمع بکنه، دوباره برمیگرده و روح به جسم برمیگرده. روح به جسم برمیگرده. روح در قبر نیست، روح جاش در قبر نیست. درست. روح به جسم برمیگرده و بعد به جسم که برگشت برای چی؟ برای یک آزمایش و ابتلا که ما ازش به اسم چی میگذاریم؟ فتنه قبر ازش یاد میشه. فتنه قبر یعنی آزمایش قبر، سوال و جوابی که در قبر حساب میشه ازش. الان وقتی که میاد 2 تا ملک که ما قبلا هم اسم اونها رو ذکر کردیم در بین نامهایی که در روایات صحیح رسول صلی الله علیه و سلم الملائکه برای ما ذکر شده به اسم منکر و نکیر و گفتیم که منکر و نکیر به این خاطر به اونها منکر و نکیر میگن نکارت خلقهما، به خاطر اینکه این خلقتشون یک خلقت عجیب و غریبی است، غیر معروفی است برای انسان ها و این خلقت رو برای اولین بار همچین مخلوقی میبینن. این ملک ها میان و با هر انسانی که از دنیا رفته بلا استثناء با هر انسانی روبرو میشن. در روایاتی که رسول صلی الله علیه و سلم برای ما ذکر کردن از مجموع روایات، این معنا و مفهوم، من خلاصه محتوای روایات رو میگم و روایات همه روایات های صحیح و قابل استنادی است و در سندیتش و صحتش شکی نیست. این هست که این 2 ملک میان، اسودان ازرقان، 2 ملکی که سیاه آبی هستند، تعبیر قرآن، تعبیر حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. بعد اون کسی که اونجا در قبر هست رو می نشانن، ملائکه دیگری او رو می نشانن و بعد اینها ازشون سوال میپرسن. 3 تا سوال پرسیده میشه از هر نفری که در قبر گذاشته میشه، از هر روح و جسمی، از هر انسانی بعد از مرگ 3 تا سوال پرسیده میشه و طبیعتاً برای جنها همین اتفاق خواهد افتاد با توجه به کیفیت و طبیعت خلقتشون. برای سوال پرسیده میشه. سوال اولی که پرسیده میشه اینه که ازش میپرسن من ربک، خدای تو کیست؟ بعد از اون میپرسن من نبیک، ما دینک، دین چیه؟ و بعد میپرسن من نبیک، پیغمبر تو چیه؟ این سوال وقتی که از یک انسان مسلمان پرسیده میشه، انسان مسلمان وقتی که بهش میگن من ربک، میگه ربی الله، الله متعال خدای منه. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و ازش از دین میپرسن دین تو چیه؟ میگه دین من اسلام، من مسلمان بودم. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بهش نشون میدن تصویرش رو، یا میپرسن ازش که نظر تو درباره محمد صلی الله علیه و سلم، در یک از روایات اسم ذکر شد، در یک از روایات رسول الله ذکر شد، نظر تو درباره اون شخصی که در بین شما مبعوث شد در یک روایت و روایت دیگر محمد رسول الله چیست؟ الان انسان مسلمان اینجا میگه که اون رسول الله تعالی است، اون پیغمبر منه، اون کسی که من بهش ایمان آوردم. و ازش میپرسن از انسان مسلمان که تو چطور به ایمان آوردی؟ چطور ایمان آوردی بهش؟ از کجا ایمان آوردی بهش؟ تو که ندیدیش. بعد این انسان مسلمان میاد و برمیگرده میگه که من در کتاب الله متعال قرآن توصیفاتش رو دیدم و بیانش رو دیدم و ایمان آوردم بهش و تصدیقش کردم. بعد ندا میاد از الله متعال، ندا میاد از آسمان که این بنده من راست میگه، این بنده من راست میگه، فافرشوا له من الجنه، از بهشت برای این انسان پهن بکنید و فرش های بهشتی بیارید برای این انسان پهن بکنید، و البسوه من الجنه، و از لباس های بهشتی بیارید و به تن این انسان بکنید و از بهشت رو بپوشانید. این دیگه اوج سعادت و خوشبختی یک انسان در اون لحظه‌ای که تصورش رو بکنید. دوستان دائمی عزیز، انسان وقتی که داخل قبر گذاشته میشه و یک فضای تاریک و تنگی است و انسان وقتی که تنهایی داخل این قبر گذاشته میشه و نه پدری، نه مادری، نه خواهری، نه برادری، نه همسری، نه دوستی، نه آشنایی و نه کسی هست که به درد انسان بخوره، وقتی داخل لحد گذاشته میشه و این سنگ ها چیده میشه و انسان به پهلو دراز کشیده و نمیتونه حتی حرکتی بکنه و اون یک جای تاریک و تنگ هست و یک خاک سرد است و انسان میمونه و اعمالش و انسان و میترسه. انسان داخل یک فضایی به والله، انسان وقتی داخل یک اتاقی گیر میکنه و در بسته میشه و تاریک است، انسان میترسه، نمیدونه چیکار بکنه. خدا نکنه انسان داخل یک فضایی اسیر بشه و دشمن پشت در باشه، نمیدونه چیکار بکنه.
در داخل قبر وقتی که انسان رو میگذارن، این انسان، این فضا فضای بسیار ترسناک است. 2 ملک میاد و ملائکه‌ای که رحم میان به کسی نخواهند کرد، چون الله متعال اونها رو دستور داده و اینها میان و سوال میکنن. و وقتی که این ندا داده میشه الان اونجا که افرشوا له من الجنه، از بهشت برای این انسان، از بهشت براش فرش بکنید زمین قبرش رو و این رو براش فرش بکنید و این انسان رو از لباسهای بهشتی براش بپوشانید و بابی از بهشت رو، دری از بهشت رو به سوی این باز بکنید و در بهشت باز میشه و جای خودش رو نگاه میکنه و میبینه و به اون نشون داده میشه که نگاه کن، اینجا اگر جهنم میرفتی اینجای جهنم میرفتی. هر انسان یک جایی در بهشت و یک جایی در دوزخ داره، بلا استثناء هر انسانی داره. اونی که میره بهشت جای دوزخیش به دوزخیان سپرده میشه و اونی که بهشتی، کافری که بهشت نمیره، اون جای اون رو هم مؤمنی به ارث میبره. الان جای او در بهشت وقتی دوزخ رو بهش نشون میدن، بعد جای بهشتش رو بهش نشون میدن و جای بهشت خودش رو میبینه و از اون حال و هوا و باد و بو عطر بهشت به سمت این انسان میرسن و این انسان خوشحاله و قبرش وسعت پیدا میکنه تا جایی که چشم کار میکنه میبینه. ما میدونیم که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود انسان وقتی که از دنیا میره، من مات فقط قام قیامت، انسانی که مرد قیامت برای این شروع شده دیگه. این قیامتش از همون لحظه مرگ شروع میشه. یعنی این که قیامت، الان بعضی میپرسن قیامت کی برپا میشه؟ برای هر انسانی شاید همین الان قیامتش برپا بشه، برای من شاید همین لحظه، شاید فردا، شاید پس فردا، شاید یک هفته بعد قیامت من برپا میشه. چرا؟ همین که از دنیا رفتم قیامت من شروع میشه. من همین که از این دنیا برم، من انسان وقتی از دنیا میرم قیامت من شروع میشه و نمیدونیم که از که چه موقع از دنیا میریم. ما هیچ وقت نمیدونیم چه موقع از دنیا میریم. یعنی قیامت برای ما، با قیامت برای ما اشاره گردن نزدیکتره. به یک لحظه ما چشم از این دنیا ببندیم قیامت شروع شده برای ما. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود قبر یا بوستانی از باغ‌های بهشت یا چاله‌ای و گودالی از چاله‌های جهنم. برای این انسان مسلمان چه خبری بهتر از این؟ چقدر خوشحال میشه. و فاصله قبرش هزاران سال شاید تا قیامت، الان از زمان رسول صلی الله علیه و سلم 1400 سال حدوداً گذشته و قبل از اون 2000 سال 3000 سال، شاید تا قیامت چند هزار سال دیگه هم طول بکشه. برای این انسان بهشتی شاید به اندازه یک چشم به هم زدن بابش گفته میشه بخواب، به مانند اون شبی که عروس و دامادی که با هم با علاقه ازدواج کردن چقدر راحت میخوان در شب ازدواجشون. و اما مقابله‌ای که باز با کافر میشه و ملاقاتی که با کافر میشه و کافر بهش گفته میشه که من ربک، اون میگه ها و نمیتونه جواب بده. بهش میگن ما دینک، میگه ها و نمیفهمه. این ها در روایت رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شده. و وقتی که بهش میگن که من نبی، این درباره این انسان چی میگه؟ میگه که من نمیشناسم این رو، اصلا نمیدونم این کی هست. و بعد ندا میاد از الله متعال، از سمت الله متعال که این انسان رو از دوزخ برای این پهن کنید، کف قبر این رو از دوزخ. یعنی دوزخ چی داره؟ دوزخ دیگه نه فرش حریری داره و نه فضای آنچنانی و نرمی داره و آتش ریخته میشه به کف قبر این انسان و بعد از اون از لباسهای دوزخی به تن این میکنن که همش عذاب هست و هیچ روی خوشی نخواهد دید. درهای از دوزخ به سوی این باز میشه و این داستان نیست و اینها افسانه نیست و اینها حقیقت زندگی ماست. اینا بخش دوم زندگی ماست و سالهای پیش روی ماست. اینا شاید روزهای پیش روی ما باشه، نمیگم سالها، شاید روزها، بلکه شاید ساعتهای پیش روی ماست و ما از اینها متاسفانه غافلیم و این حقیقت ایمان ماست. و وقتی که میگیم ایمان به اینها، یعنی اینها واقعا اتفاق میفته. و کافری که این گونه میشه و بعد بر گرزی بر فرق سر او میزنن که چنان فریادی از او بلند میشه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که تمام کائنات او رو میشنن بجز ثقلین، بجز انسان ها و جن ها نمیشنوند دیگه. تمام حیوانات حتی صدای فریاد این رو میشنوند و قبر این برای اون تنگ میشه و آنچه که ما به اسم عذاب قبر در روایات به هر حال در کتب عقیدتی ما ذکر شده اشاره به این قسمت داره که قبر چنان تنگ میشه که این استخوان ها از این استخوان ها میزنه بیرون و این استخوان ها از این استخوان ها و استخوان جمجمه از پا میزنه بیرون و پا از سر میزنه بیرون. اینها حکایتی است که حکایت واقعیت زندگی ماست. ما انسان ها در برابر الله متعال ذره پیش نیستیم، هیچ اصلا حساب نمیشیم. الله متعال صاحب اختیاره، الله متعال جباره، الله متعال متکبره، الله متعال عزیزه، الله متعال قویه. الله متعال درسته که الرحمن الرحیم هست اما از اون طرف متکبر و جبار هم هست. الله متعال نیازی بیش کنیم از بندگانش نداره، حتی به
انبیای الهی. و وقتی که با رسول صلی الله علیه و سلم سخن میگه الله متعال میفرماید ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر دروغ من نسبت به محمد او رو میگیریم با دست راست شعارک گردنش رو میزنیم. وقتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری صحبت میکنن الله متعال تکلیف ما مشخصه، هیچ نیازی به ما نداره. و اگر در مسیر الله متعال نباشیم چنان ما رو عذاب بکنه به والله که اصلا خارج از توان ما. و از الله متعال پناه میبریم به اینکه ما رو در فتنه قبل به این گونه مبتلا بکنه. و این بخشی از آزمایش و ملاقات ما در قبر با ملائکه الله متعال هست به اسم منکر و نکیر. و سخت‌ترین شاید تعامل ما با ملائکه، شاید هیچ لحظه‌ای در زندگی ما در این دنیا و در روز قیامت ما اولین باری که ملائکه رو می‌بینیم در قبر خواهد بود و اونها رو با چشم سر می‌بینیم و با همون شکل خودشون می‌بینیم. و در اون آزمایش اگر ما در اون اولین ملاقات موفق بودیم دیگه خوشبختیم، دیگه سعادتمندیم، دیگه برای همیشه ما سعادتمند خواهیم بود و دیگه بهشت ما ان شاء الله با امید الله تعالی ضمانت میشیم. امیدواریم که ان شاء الله از اون کسانی باشیم که در دنیا طوری عمل کنیم که ملائکه نیکی‌های ما رو بنویسن و دعاگوی ما باشن و جمله مؤمنانی باشیم که باز ان شاء الله در برنامه بعد صحبت می‌کنیم که چقدر ملائکه با اونها رابطه خوبی دارن. کسانی که در دنیا رابطهشون با ملائکه خوبه و رابطه ملائکه با اینها خوبه، در قبرم خیالشون راحته. رابطه انسان با ملائکه یک رابطه بسیار ناگسستنی است. ما با ملائکه، رابطه انسان با ملائکه رابطه روح با جسمه. رابطه روح با جسم چطوریه؟ ملائکه با انسان همینجوری رابطه دارن. و اگر رابطه ملائکه با ما خوب شد، ما خوشبخت و سعادتمند میشیم. چرا که اینها موجوداتی هستند مقرب نزد الله متعال که تأثیر بسیار بسزایی در زندگی ما دارن. ما اگر رابطه‌مون رو با اینها خوب کنیم، یعنی بدونیم که چطور با اینها تعامل داشته باشیم، اونها به نفع ما بسیار کار خواهند کرد که این خیلی کمک میکنه به ما. این رو ان شاء الله جزئیاتش رو در برنامه بعد ان شاء الله به تفصیل صحبت خواهیم. ان شاء الله در برنامه بعد فراموش نکنید که ما چطور ملائکه را از خود کنیم. ان شاء الله. ان شاء الله. جزاکم الله خیرا. تشکر از تمام شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله جار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي